به نام خدایی که جان فرید سخن گفتن در زبان فرید. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. پدران و مادران القدر و برادران و خواهران اهل اسلام، بنده با خواهش یک برادر اهل اسلام یک قصه درباره زنی که یک امید شده به جنت وارد می شود نقل نمایم. و اگر در وقتی گفتن این قصه اگر به خطاگی راه دهم، الله تبارک و تعالی مرا مغفرت کند و از همه شمایان معذرت میخواهم. پیش از آنه که این قصه را آغاز میکنم، برای خواهران و زنهای جوان یک خواهش دارم. خواهران علی قدر و مادران مهربان، به حرمت خداوند در پستی و بلندی زندگی همیشه صبر کرده، به قدر عائله و به قدر هر یک لحظه ی حیات برسین. چون امروزها بسیاران زنهایی که پنهانی از شوهر خود با دیگر مردها صحبتهای تلفنی و صحبتهای غیر انسانی کرده، هم نام خود و هم نام اولاد خود را پست میکنم. البته در زندگی سخت و درد و غمهای بسیار است، لیکن وقتی بنده صبر میکند، وقتی بنده از راه حرام، از کار حرام دور می شود، الله تبارک و تعالی برای اون بنده انشاءالله که فیض و برکت را نصیب روزی میگرداند. روزی فاطمه رضی الله عنها از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پرسیدند: ای پدر مهربانم، به من گویین که اولین شده کدام زن وارد جنت می شود؟ پیامبر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم گفتند: در یک منزل یک زن زندگی می کند که پیش از همه زنها یکمین شده به جنت وارد می شود. فاطمه رضی الله عنها گفتند: حتی پیش از من؟ پیامبر گفتند: بله، پیش از تو. گفتند: اگر خواهی برو و سبب این را از خود کن. این برای فاطمه رضی الله عنها خیلی شوق‌آور شد و به سراغ اون زن رفتند. وقتی به خانه اون زن رسیدند، دو بار در او را صدا کردند. از داخل خانه یک آوازی پیرزنی برآمد. گفت: شما کی هستین؟ حضرت فاطمه رضی الله عنها گفتند: من دختر پیامبر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم هستم. اون زن گفت: ای فاطمه، جان من برای تو فدا باد. من چندین وقت است که با تو دیدار کردن و آرزو داشتم، لیکن از سبب آنی که بیرون برآمده نمیتوانستم، هیچ علاج نبود. والحال عذر که در را برای تو گشاده نمیتوانم، چون که از شوهر برای این اجازت نگرفتم. خوب میشد اگر تو پگاه می آمدی. من از شوهر اجازت پرسیدم، بعد به تو در راه می کشایم. روز دیگر فاطمه رضی الله عنها با پسرشان حسن رضی الله عنه آمدند و در را دو مرتبه صدا کردند و این زن گفت: ای فاطمه، عذر، لیکن من فقط برای تو اجازت پرسیده بودم و الحال نمیتوانم که پسر تو را به خانه راه دهم. روز دیگر بیا، من از شوهرم برای هر دوی شمایان اجازت میپرسم و انشالله که خواهی درآمد. فاطمه رضی الله عنها روز سیوم نیز با همراهی حسن و حسین رضی الله عنها آمدند و باز دو مرتبه در را صدا کردند. این زن گفت: ای فاطمه، جان من برای تو فدا باد، لیکن من فقط برای تو و پسرت حسین اجازت پرسیده بودم. روز دیگر بیا، انشاءالله که برای هر سه شمایان اجازت پرسم. اگر شوهرم رضا باشد در را با شمایان میکشایم. و با همین روز چهارم
هر سه آنها را به خانه وارد کرد. فاطمه رضی الله عنها وقتی دیدند که اون زن خیلی جوان است پرسیدند وقتی من در را 2 مرتبه صدا کردم از داخل خانه یک آوازی پیرزنی برآمده بود لیکن تو خیلی جوانی. این زن گفت برای اونه که آواز من مردها را وسواس نکند و آنها را شیطان به راه بد نبرد، آواز خود را به مثل یک زنی پیرزنی کردم و به شمایان جواب دادم. وقتی این گپ ها را شنیدم فاطمه رضی الله عنها گریه کردند و این زن گفت ای فاطمه آیا من این کاری که میکنم برای عزت و احترام شوهر را کردن کفایه باشد؟ میترسم از آنه که به جزای الله نرفتم. فاطمه رضی الله عنها گفتند ای زن پیامبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم گفتند که تو اولین شده به جنت وارد میشوی. بعد از این با همراهی اون زن یک چند دقیقه صحبت کردند و فاطمه رضی الله عنها به خانه خود روان شدند. عزیزان دل، مادران و خواهران ما و شما حداقل یکی از خصلت‌های این زن را اگر اجرا کنند انشاءالله که زندگانی ما و شما نور نور می‌گردد. البته مردها نیز به خود بسیار خطاگاهی دارند، لیکن در زندگی باید اون جوانان و اون شوهر و اون همسری که در یک جا در عقد نکاح زندگی میکنن باید به قدر همدیگر برسند و فرزندان خود را تربیت خوب داده به وای برسانند، زیرا تربیت فرزند از اون کلان سالان خانه وابستگی سخت دارد. اگر پدر و مادر رفتار کردار خوب داشته باشد فرزند نیز چنین می شود و اگر نه پدر و مادر فقط دشنام دهد و فقط یکدیگر را گپ های قبیح زند، یعنی دشنام های قبیح بزند، این برای فرزند تأثیری منفی سخت می رساند. امروز عالمان زمانه می گویند که بسیار اون معماهای عصبانی که فرزندان جوان دارند اسباب اونی که در عائله اونها نارامی حکمران است. برای این پدران و مادران عالی قدر و اون جوانهایی که الحال صاحب فرزندان جوان و صاحب کودک هستند به حرمت خداوند شوهر و همسر با همدیگر با مهر و عاقبت زندگی کنین و شکر هر یک دقیقه عمر کرده به یکدیگر خیانت نکنین و از غضب خداوند بترسین و آر ناموس انسانی خود را در بین جامعه پست نکنین، زیرا این عمر 2 روزه است و از هر یک ما و شما نام میماند. کوشش کنین از همدیگر مهر و عاقبت را دریغ نداشته، عزت و احترام یکدیگر را در جایش گذاشته در زندگی شادان و خرسند زندگی کنین. الله تبارک و تعالی برای هر بنده یک مشکلی به سر می آورد تا اینکه اون بنده صبر کرده می تواند یا نه، اون بنده آیا شکر کرده می تواند یا نه. الحمدلله که هر یک ما و شما مسلمانیم و باید به قدر همدیگر برسیم و به قدر انسانی و از ملتگرایی و فتنه انگیزی مردم دور باشیم. در آخر امروز در سامانه های اینترنتی میبینید که بسیار جوانان دشنام های قبیح نسبت این یا آن ملت زده ایستادند. از این زان دل در دین مبین اسلام ملتگرایی حرام است. اون انسانی که کلمه گوی است برادر و خواهر ما و شماست. به حرمت خداوند به قدر هر یک انسان برسین و از فتنه انگیزی و از ناآرام کردن مردم دور باشین. صلح آرامی تنج و خاطر جمعی این نعمت بی بهای خداوند است. به حرمت خداوند به قدر هر یک لحظه عمر رسیده از ملتگرایی و از فتنه انداختن بین این یا آن ملت دور باشین. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. با احترام دوست برادر شما امید رحمت.
البته هیچ بنده بی خطایی نیست و من هم یک بنده عاجز و گناهکارم و البته در زندگی خود خطاگی بسیار دارم. الهی الله تبارک و تعالی از گناه صغیر و کبیره، از راه خطا و از کار خطا، از راه شیطان و از وسواس آن هر یک ما و شما را در پناه خود نگه داشته برای راست اهدنا الصراط المستقیم هدایت کنه و پدر و مادر، خواهر و برادر، یار و دوستان ما را در پناه خود نگه داشته بین ما و شمایان مهر و عاقبت برادری و خواهری را مستحکم گرداند. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات. الله تبارک و تعالی یار و نگهبان شما باد.